سرخط خبرها. تأکید کابل بر بهبود روابط با واشنگتن. ذاکر جلالی میگوید مانع جدی برای گسترش روابط میان افغانستان و امریکا وجود ندارد. او دوی په دې تلاش کې دي چې بګرام هوایي ډګر یو قرارداد په ترڅ کې امریکا ته ورکړل شي. فصل جدید روابط کابل و مسکو. ذبیح الله مجاهد میگوید شناسایی امارت اسلامی از سوی روسیه کلید تقویت روابط منطقه‌ای است. د روسیې هیواد لخوا د افغانستان پر رسمیت وپېژندل شو. دا یو ستر ګام و د تېر کال په جریان کې. معافیت مالیاتی 5 ساله به بازرگانانی که سردخانه میسازند. مولا عبدالغنی برادر گفته که شرکت برشنا مکلف به تامین برق این سردخانه ها است. و دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا میگوید به توافق پایان جنگ در اوکراین خیلی نزدیک شدند. سلام به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 جدی که برابر می شود با 29 دسامبر. من محمد نسیم استانکسی هستم. ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه امارت اسلامی دوره 20 ساله حضور آمریکا در افغانستان را مرحله استثنایی در روابط دو کشور توصیف کرد. وی گفت که در حال حاضر مانع جدی برای بازسازی و گسترش روابط میان کابل و واشنگتن وجود ندارد. آنهای تاندر با شرح بیشتر. ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی دوره 20 ساله حضور آمریکا در افغانستان را مرحله استثنایی در روابط دو کشور خوانده و گفته است که اکنون در تعاملات میان کابل و واشنگتن مانع جدی برای بازسازی و گسترش روابط دیده نمی شود. او با اشاره به نقش مثبت آمریکا در پروژه های مانند میدان هوایی کندهار و بند کجکی تاکید کرده که توافقنامه دوحه نشان دهنده عملگرایی دو طرف است و می توان با یک رویکرد واقع بینانه فرصت های تازه در روابط ایجاد کرد. په دې ناسته کې د افغانستان او متحده ایالاتونو د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو فرصتونو او ستونزو هر اړخیزې خبرې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل څه باندې 4 کاله وړاندې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او جګړې له پای وروسته د افغانستان اسلامي امارت او امریکا متحده ایالاتونو تعامل عملا نوي پړاو ته داخل شو. این سخنان در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان اخیراً به کابل سفر کرده و با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه پیرامون گسترش روابط دو جانبه میان کابل و واشنگتن گفتگو کردند. امیرخان متقی تاکید کرده که تعامل میان دو کشور وارد مرحله جدید شده و فرصت‌های برای توسعه روابط وجود دارد. در این دیدار زلمه خلیلزاد بر ادامه نشست‌های دو جانبه تاکید کرده است. امریکا ډیر سخت ګړندي ګامونه د بګرام د هوایي ډګر د ترلاسه کولو لپاره د تفاهم او د خبرو له ادرسه غواړي چې طالبانو سره وکړي ته ورسیږي او دوی په دې تلاش کې دي چې بګرام هوایي ډګر د یو قرارداد په ترڅ کې امریکا ته ورکړل شي. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی تقویت رابط با قدرت‌های بزرگ جهانی را به نفع افغانستان می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که حفظ روابط و تعامل امارت اسلامی با کشورهای مانند امریکا یک اقدام مثبت و ضروری است، زیرا این کشورها نقش تعیین کننده در سیاست جهانی دارد و می‌توانند در تصمیم گیری‌های مهم به نفع افغانستان تاثیرگذار باشند. په ټوله کې امارت اسلامي د نړیوالو سترو هیوادونو سره لکه امریکا متحده ایالات، روسیا او چین او داسې نورو سره اړیکې او ارتباطات ساتل یو مثبت ګام دی، ځکه دا هیوادونه په نړیوال سیاست کې مهم رول لري او کولی شي چې د افغانستان په ګټه مهمې پریکړې وکړي. گفتنی است که پیش از این نیز آدم بویلر نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور گروگانها برای اولین بار همراه با زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل سفر کردند و با مقام‌های امارت اسلامی پیرامون رهایی زندانیان، روابط دوجانبه و خدمات قنسولی گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که روابط میان کابل و مسکو به گونه خوبی در حال پیشرفت است.
به گفته وی به رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی روسیه مهمترین گام در تقویت روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه است. باز هم اناهیتا اندر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با خبرگزاری آفاق گفته است که روابط میان کابل و مسکو به گونه خوب در حال پیشرفت است. او افزوده که به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی روسیه نقش مهمی در تقویت روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه داشته است. آقای مجاهد ضمن استقبال مجدد از اقدام روسیه از دیگر کشورها نیز خواست تا در راستای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام‌های مشابه بردارند، اقدامی که به باور او میتواند زمینه‌ساز تقویت روابط و تامین ثبات در منطقه شود. د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې ډېرې ښې په مخ روانې دي او داسې د روسیې هیواد لخوا نه افغانستان په رسمیت وپېژندل شو. دا یو ستر ګام و د تېر کال په جریان کې. په دې سره د سیمې ترمنځ د هغه اړیکو کچه لوړېږي، اعتماد زیات سو، ورسره نور هیوادونو ته پیغام انتقال سو. د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړتیاو په برخه کې چې په سفارتي برخه کې وجود درلود، د هغو ښه حل لاره پیدا سوه. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بیانیه‌ای درباره دستاوردهای کلیدی سیاست خارجی روسیه در سال 2025 با اشاره به روابط مسکو و کابل گفته است که به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی زمینه همکاری‌های بین دولتی در بخش‌های مختلف با ویژه امنیت منطقه‌ای را فراهم کرده است. یک نیاز مردم افغانستان است که با تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه روابط خارجی بهتر داشته باشه، اما متاسفانه این روابط خارجی افغانستان همواره مورد حسادت قرار گرفته. در روابط افغانستان و هندوستان پاکستان حسادت کرده، در روابط افغانستان و روسیه همواره امریکا حسادت کرده. باید مکانیزم ایجاد شود که منافع تمام مردم افغانستان و کشورها تامین شود تا افغانستان مورد حسادت قدرت‌های بزرگ قرار نگیرد. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی تقویت روابط با روسیه را راهگشای تامین روابط با دیگر کشورهای منطقه نیز می‌دانند. د افغانستان ګډون په مهمو ناستو او کنفرانسونو کې، خصوصا سازمانونو کې چې هغه د شانګهای ده او یا د روسیې فورم په ناسته کې ده، په دې کې بلنه ورکول دا د روسانو یو له هغو مهمو لاس ورکونو نه ده چې د افغانستان په وړاندې باندې د غربي انزوا پر رفع کې ورکړی. گفتنی است که به رسمیت شناسی امارت اسلامی از سوی روسیه نه تنها نقطه تعیین کننده در تعاملات سیاسی میان دو کشور بوده، بلکه راه را برای گسترش همکاری در حوزه‌های مانند امنیت منطقه‌ای، تجارت، انرژی و حمل و نقل باز کرد و نشانه از آغاز فصل جدید در روابط کابل و مسکو تلقی می شود. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در نشست گفت تاجرانی که در افغانستان سردخانه احداث می کنند از معافیت مالیاتی 5 ساله برخوردار خواهند شد. آقای برادر تاکید کرده که شرکت بریشنا مکلف به تامین برق این سردخانه ها است. این در حال است که افغانستان با کمبود شدید سردخانه های معیاری مواجه است و نبود برق یکی از چالش های جدی برای ایجاد سردخانه ها دانسته می شود. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود گفته که با توافق پایان جنگ در اوکراین خیلی نزدیک شدند. ترامپ در عین حال خاطر نشان کرد که سرنوشت منطقه دونباس همچنان یک موضوع کلیدی و حل نشده است. ترامپ و زلنسکی در یک نشست خبری مشترک از پیشرفت‌ها موارد بحث برانگیز در مذاکرات صلح، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و تقسیم منطقه دونباس در شرق اوکراین سخن گفتند. این دو رهبر جزئیات کمی را کردند و هیچ مهلتی برای تکمیل توافق صلح تعیین نکردند. آژانس امدادرسانی سازمان ملل در غزه یا آنروا هشدار داده که با آغاز فصل زمستان و تداوم بارش‌های شدید، خیمه‌های آوارگان فلسطینی در سیلاب فرو رفته و بحران انسانی در این بارکه به مرحله خطرناک رسیده است. این نهاد ملل متحد گفته که کمبود پناهگاه مناسب، کاهش کمک‌های انسانی و سرمای زمستان زندگی میلیون‌ها فلسطینی را بیش از گذشته در خطر قرار داده است. این در حالی است که پس از جنگ 2 ساله در غزه، اکنون با وجود تامین آتش‌بس شرایط انسانی در این بارکه همچنان بحرانی و شکننده است.
در پی خروج یک قطار مسافربری از مسیر در جنوب غربی مکزیکو دست کم 13 نفر جان باختند و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته نیروی دریایی مکزیکو، این قطار با 241 مسافر و 9 خدمه در مسیر بین خلیج مکزیک و اقیانوس آرام در حرکت بود. مقام‌های محلی اعلام کردند که قطار هنگام عبور از یک پیچ در نزدیکی شهر نیزاندا از مسیر خارج شده است. مقام‌های محلی همچنان گفتند که تحقیقات درباره علت این حادثه ادامه دارد. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.